اگر میگه در درون خونهش مثلا یک دری مثلا یک خونه دارد، دو سه کمنته دارد، دو سه غرفه دارد، در درون دو سه غرفه یک غرفهش غرفه دینی همون زن باشد، مثلا کریس دارد و غیر و غیره، در درون همون غرفه داشته باشد، میگن او که دینش همین است به او در این مسائل سختگیری نمیکنه. از همین جهت گرفتن درست است، دعوت کردن درست است، این نمیشه رخصت میگن. اما رخصت معناش نیست که این واجب باشد. بعضی برادرها رخصت به واجب همیشه بینش فرقش به مشکلی دارند، خطا میکنند. این رخصت است، یعنی این چیز جایز است. یک چیز جایز حالت دارد، حالت از حالت فرق میکنه. مثلا علی ابن خدیر حفظه الله گفتند که امروز گفتند اکثر اهل کتابی که از یهود و نصارا هست اینها ملحده شده است. ملحده یعنی بیدین، اتئیست، و اینها رو گرفتن حرام است. ما همون زنها رو از اهل کتاب گرفته میتونیم که در همون دین تحریف شده و در همون دینی که تغییر شده، تحریف شده، باطلات هست، در همون دین باشد. خصوصا همون زنهایی که از خریستیان که و از نصرانی ها در روسیه هستند، اکثرشون خود رو مثلا به دین خریستیانی یا که پیروی اهل نصارا، اهل کتاب می حسابند، اما واقعا وقتی که نظر میکنید به زنده شدن دوباره، به جنت، به دوزخ، به وجود داشتن الله، به حساب کتاب، به همه این چیزها سبحان الله ایمان ندارند. وقتی که به این چیزها ایمان نداشت، این رو ملحده گفته می شود و این گرفتن این درست نیست. اما یک زنی خریستیان که رو دیدید که یوری که بگیم از یهود یا که نصرانی به روز قیامت ایمان دارد، به حساب کتاب ایمان دارد و عاقبت جنت و جهنم ایمان دارد، به الله ایمان دارد، به این معنا که یعنی به خود اونها که الله نمیگند، معروف است که به مانند فارس خودشون یک نام میگذارند و پسر و مادر و این باکی ندارد، زیرا که این از اول همچنین بعد از یک وقتی کمی حضرت عیسی علیه السلام این چیز به وجود آمد و اگر به این چیزها ایمان داشته باشند گرفته می شود. بارک الله فیک. الله حفظتون بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستن انشالله؟ الحمدلله برادر، بارک الله فیک. الله حفظتون کنه برادر. انشالله دوست می‌داریم به خاطر الله. یک سوال داشتیم استاد. بفرمایید. حبک الله الذی احببتنا فیه الکریم. یک شخص هم سوال داد که مثال همه زنهایی که قاشاشون به نهایت پهن هستند، حتی تا بالای میجه هاشون و بسیار تا قریب تا پیشونیشون رفتگیان، الله اعلم، همه رو میشه گفت کمی بالاشو و کمی پایانشو بگیریم؟ بارک الله فیکم. در اصل این مسئله اولا ما نظر میکنیم به چیدن قاش. در مسئله اولا چیدن قاش اصل همین است که چیدن قاش حرام است، گناه کبیره است و لعنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در این باره وجود دارد که میگن که لعنت الله لعنت بکند، میگن لعن الله النامسه والمتنمسه، لعنت کند الله سبحانه و تعالی چیننده قاش رو و چینانندهش رو. همون زنی که خودش میچیناند قاشش رو، یک زنی که قاش دیگران رو میچیند. لعن الله الواسله و لعن الله الواسمه، یا خالگزار و نکلک کننده ها رو، یا که کسایی که به مویشون موی دیگر اضافه میکنند، به این معنا که مویهای الهیده رو به مویشون همراه میکنند. این دلالت میکرد که این عملها همیشه از گناه کبیره است، حرام است، هم به زن و هم به مرد. چرا به زن گفته شد؟ عادتا این خصلت این چنین زیباگی ها عادتا خصلت زن که بود، زیباگی خصلت زن بود، لیکن افسوس که امروز این چنین خصلت های زن مردها هم بسیارتر میکند و فکر کردن که این حدیث فقط به زن است. نه، به زن و مرد است. و اما اگر سوال شود که قاش یک زن خیلی هم پهن شده است، از پایانش به میجهش میرسد، یعنی بالای چشم، از بالاش به پیشانی تو بالا رفته است، آیا حدیث شامل این واقعه هم می شود؟ یعنی این نمود قاشی که از دایره خودش ما فکر میکنیم که برآمده است، آیا چیدن این به یک دایره قاشی در آوردن این مویهای اضافگی رو گرفتن آیا گناه کبیره هست یا نیست؟
البته که در این مسئله علما رحمهم الله ذکر کردند و فقها و در مجموع الفقهی هم کویتی وجود دارد که میگویند هر چیز یک دایره خودش رو دارد. انا همین ریشه که ما میگذاریم دایره خود رو دارد. مثلا تو زیر منح، اما وقتی که به گردن از همین استخوانی که یا بگوییم از همون بین گلو، از بین حلقوم به پایان رفت و به گردن رفت، این رو همچون گردن حساب میکنن، گرفتن این درست است. یا که موی ریش رفت پیوست به گوش شد، موی های گوش رو گرفتن درست است. یا موی ریش بالا شد و به زیر چش رفت، گرفتن درست شد. از همین جهت دایره مکان ریش رو، چهره، وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله اوفو اللحیه گفتن ریش ها رو یعنی بگذارید، گفتند علما دایره روی رو و دایره ریش رو ذکر کردن و گفتند که پیشانی از ریش نیست. مثلا موی پیشانی از ریش نیست. کسی که موی پیشانیش رو خواهد اگر که گرفت از سببی خیلی موش زیاد بودن یا موی گردنش رو و غیره. عیناً همین چیز در بالای قاش زنها وجود دارد. قاش زنها هم یک دایره دارد. قاش اولا وظیفهش همین است که اولا حسن است، ثانیاً عرقها و بعضی از آبهایی که از پیشانی انسان میریزد همین رو داشتن و نگاه کردن چشم است. یک رحمت الله به بنده است. اما وقتی که همین قاش از دایره خود میبراید، به جای بگوییم خودش یک موی زیادی رو میگذارد که به پیشانی است و به پایان است، این رو از بالا و از پایینش گرفتن و به دایره قاش در آوردن، قاش طبیعی، نه قاش زیبای تنوک تاریک یا تور، بلکه قاش طبیعی کردن واقع ندارد. البته قاش رو هم به عرف فهمیده می شود. اگر گوید که ما قاش یک زنی که به پیشانیش بلند شده تا سرش رفته است و تا میجهش اومده است، تا کدام حد این رو گرفته راست کرده میتونیم؟ ما در این حالت میگیم که قاش همون محله، همون منطقه دیده میشد. قاش زن است. این قاش از عرف که بیرون شده خیلی هم به بالا رفت و به پایین آمد و عرفاً طبیعت انسان معروف است. مثل قاش همون خودی همون مردم میکنه، نه قاشی که مخصوص چیننده ها قاش خود را میچینند، مثل چیننده ها نه، بلکه مثل همون طبیعی یک قاش میکنه. والله اعلم. بارك الله فيك أخي جان، الله يحفظك. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله خوب هستید؟ الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. الله يفتتون کنه. شیخ عزیز یک سوال ممکنه؟ بفرمایید. سوال همین چونه که اگر یک زنی موحده باشد، از توحید و عقیده و نواقض الاسلام با خبر باشد و در باغچه کودکانه همین یهود و نصارا، همون کودکای یهود و نصارا نگاه و بین کند، همین جایزه یا که جایز نیست؟ بارك الله فيكم. البته که این مسئله تفصیلات دارد. تفصیلات همین است که اگر کودک یهود و نصارا را به قاعده قانونی یهود و نصارا تربیت و تعلیم بدهد، این درست نیست. مثلا در اینجا موسیقی میگذارند، رقص میکنند و بعضی از مسئله خوراکیش که هست و غیر و غیر، بعضی از دیگر چیزها، در این حالت درست نیست. اما یهود و نصارا فرزندش را نگاهی بین بکند، نه به طریق حرام، به طریق حلال باشد، والله اعلم، هیچ باکی ندارد. اما خدمتگار بودن مسلمان به دست یهود و نصارا شرط و شروط رو دارد که انسان یعنی نباید فرمانروا، فرمانبردار، خیلی هم سرخم باشد. الله سبحانه و تعالی دوست ندارد این چیز. برای این به من شما خبر داد ولا یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا. هرگز الله کافرها را بر بالای مسلمان مسلط قرار نداده است، یا که بگیم راه برای اونها قرار نداده است که اونها عزیز باشند و رئیس باشند و مسلمان ها ذلیل و خوار باشند. از همین جهت به کارهایی که خیلی پست است مسلمان نباید دست زند، یا کارهایی که حرام است.
بارک الله فیک. اما اگر به صورتی یک طبیعی باشد، حرام نباشد، تربیه بکند، شاید دعوت بکند، کمی از اخلاق و آداب انسانیت و اسلامی و آیسته آیسته به طرز اسلامی تربیه کردنش ممکن است. بارک الله فیک. جزاکم الله خیر. الله حفظتان کنه. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب است. جزاک الله خیر برادر. زنده باشین. اگر جان یک سوال داشتم، فاتحه خواندن سر کسی که فافتیده است درست است یا که نه؟ بارک الله فیک. هر کسی که بله برای مردگان فاتحه خواندن. بله. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزدشون بهترین کسی دوست داشته ترینشون خدیجه رضی الله عنها وفات کردن. بعد از این همه دخترای پیامبر صلی الله علیه و سلم، ام کلثوم، رقیه، زینب و فرزندای رسول الله صلی الله علیه و سلم از پسرچه‌هاشون همه که دوست داشتهشون سید الشهدا میگن، حمزه و غیره از صحابگان، از مرد، از صحابیه وفات کردند. از پیامبر صلی الله علیه و سلم و از یگان نفر از صحابه ثابت نیست که در بالای قبر یا در بالای مرده پیش از به قبر بردن یا بعد از به قبر بردن سوره فاتحه یا که غیر فاتحه تبارک یا اون چیزی رو تلاوت کرده باشند. یگان چیز ثابت نیست. یگان روایتی که ثابت است از عبدالله، یگان روایتی که ثابت نیست بگیم، یگان روایت شده است از یک اثر، یگانه اثری هست از عبدالله ابن عمر که میگن وقتی که من وفات کردم در بالای سری من اولی سوره بقره و در پایان پای من آخری سوره بقره رو تلاوت بکنید. این ضعیف است، متروک است و این قبول نیست. از همین جهت این رو علما بدعت گفتن. هر کسی که به قبر می‌دارد قرائت میکند این بدعت کرده است، این یک کاری ضلالت رو کرده است، این گناه گرفته است. از یک چند جانب گناه است. مخالفت به رسول الله است، اطاعت نکردن به رسول الله است، نفهمیدن قرآن و سنت است، استفاده بردن قرآن نه در جای خودش است. وظیفه من و شما فهمیدن قرآن است و قرآن برای دیگر چیز است. البته قرائت قرآن اجر دارد، لیکن بعد از مردن به وی خوندن به او فایده ندارد. در این مسئله ابن تیمیه رحمه الله کتاب نویسند، اهداء الثواب للانبیاء والمیتین، به همین معنا کتابی دارد، هدیه کردن ثواب ها برای مرده ها و برای پیامبر. هیچ کس حق ندارد. میگن قول راجح همین است، لیس للانسان الا ما سعى. یگان انسان بجز کوشش خودش کرده دیگر چیزی رو به او داده نمیشه. بجز سه چیزی اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا ثلاث: ولد صالح يدعو له، او صدقة جارية، او ولد صالح يدعو له، و او علم ينتفع به. یک آدم عالم بود شاگردا برآورد، یا که یک آدم برای امت اسلام یک صدقه جاریه کرد، یا که یک فرزند خوبی رو تربیه کرد. همین سه چیز ثواب رفته میستد، غیر از این دیگه ثواب نیست. این دلالت میکنه که قرائت نیست. پیامبر قرائت نگفتن که چهارمین چیزی که برای مرده انقطاع نمیشه دو رفته میستد قرائت کرده مردم بخشیدن بگیرید، نگفتن این چیز. برای مرده سه چیز میرسد: صدقه جاریه و بعد از خودش مونده علمی که گذاشت و فرزندی که خوب تربیه کرد. و بعد از این حدیث سه دلالت میکند که اگر انسان از نام او قربانی کند از نام مرده، یا که از نام وفات کرده حج و عمره کند، خیلی که در حدیث صحیح بخاری و مسلم این چیز روایت است. این عمل های است که میرسد. از نام پدر مادر صدقه کردن هم میرسد، یا از نام مرده صدقه کردن هم میرسد. همه این در حالتی که پدر و مادر مسلمان وفات کرده باشه. اما در یگان این چیزهایی که پیامبر تعلیم دادن قرائت نیست. پیامبر تعلیم دادن، از پیامبر پرسیدن که بعد از مرده به مرده چی میرسد چی نمیرسد. پیامبر صلی الله علیه و آله همه این چیزها را بیان کردند، اما قرائت بیان نکرد. مردم ما افسوس که امروز چیزهای بیان شده رو نمیگیرد، چیزهایی که در سنت پیامبر اومده است نمیکند، انجام نمیدهد. اما چیزی که ثابت نیست شب و روز به همون چنگ میزنه. سبحان الله. عذر زیاد، من از یاوان هستم، طالب علم هستم. با همون علماهایی که در ناحیه یاوان وجود داشتن سر از این موضوع من بحث کردم. همین حدیثی را که شما آوردین، صدقه جاریه و علم آموختن و یا کسی که خاص قرآن داشت، و
با یک طریق دیگر میفهمم، میگه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الحول العبادت. من میگم که دعا کردن، میگه دعا کردن مغز عبادت است. من میگم که قبول دارم دعا را، ولی او چیزی را که تو میگی من قبول ندارم. ولی که او بازم سخنایی که یگان میگم که میان 4 صحابه بزرگی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشت، مگر این کار صورت گرفت به یگان طریق دیگری، میگه نه یگان صورت طریق نگرفت. ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم سر از این موضوع میگه امر کردگی هستند که همین کار برای دیگران کرده باشید. یا که در امام ابو حنیفه میگه یک چیز دیگر آمدگی است در سر از این موضوع. بله ببینید مشکلی همین است که میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین موضوع گپ زدند. مرحمت بسم الله بیارید همین سخن پیامبر رو میگی. یعنی در کجا پیامبر گفت؟ یک نفر سخنی رو از پیامبر و از صحابگان بیارید که سندن صحیح باشد و افسانه نباشد، دروغ نباشد. اگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم سخنهای دروغ گفته نشده است، مگر امروز هم نمیبافند؟ های نکنه صوفی ها هر روز اینجا میبافند، قطع رافضه ها هر روز میبافند. اگر پیش اینها را داشته نشد هر روز اینو کتاب‌های سنن و مسند بنویسند از پیش خود، افسانه خوب دیدهشون رو. از همین جهت سخنها هست، ما نیست نمیگیم، هست اما باطل است، دروغ است، صحیح نیست، ضعیف است. برای همین میگیم که از سند و دین ما سند دارد. این سند دین است. یگانه مذهبی که سند دارد و سخنش به سند است این فرقه ناجیه طایفه منصور اهل سنت و الجماعه است برادر اسلام. نه یهود سند دارد. معذرت خواهی میکنم، تلفن از دستم پایان شد. مثلا نه یهود سند دارد، نه رافضه سند دارد، نه نصرانی سند دارد. یا که تمام مذهب های باطل و دین هایی که منسوخ شده است نظر بکنید، قول هایی که در ناس هیچ کسی سند ندارد. یگانه دینی که سند دارد و یگانه مذهبی صحیحی که در این دین قائم است، انقیاد دارد، اهل سنت و الجماعه فرقه ناجیه طایفه منصوره، نمینو سند دارد و به سند دیده میشد که این حق است و باطل است. یک حدیث بیارن که سند روایت کنندش نیست، معروف نیست، هم که گفته شده، این چی است؟ برای همین میگیم که باید روایت صحیح باشه، زیرا که روایت دروغ این دین نمیشه. بارک الله فیک. بود باشین اکا جان، الله مهربان. استاد السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد جان نه یکمین بار حقیقتا صحبت میکنیم الحمدلله با فضل و کرم الله. استاد سوالتون دارم. اهلا و سهلا برادر عزیزم، بارک الله فیک، بفرمایید. استاد جان همین ترک رفع یدین در نماز حکمش چیست؟ و ما یک چند کس پرسیدم در همین باره، میگن که حدیث های هست که آمدگی که مقصد در رفع یدین خواندن هم نماز درست است. مقصد حکم نکردن رفع یدین چیست در نماز؟ هر انسانی که نمیکنه رفع یدین. بله بارک الله فیک. رفع یدین یکی از سنت های مؤکده نماز است. بعضی سنت میگن، بعضی مستحب میگن، لیکن قول راجح همین است که رفع یدین این یکی از سنت های مؤکده در نماز است. همین است. پیامبر یگان مرتبه، خواهش میکنم میکروفون رو خاموش کنین، زیر هستین که هستین، صداهای هر خیلی از شما برآمده است. الله المستعان. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره نماز میخوندن هیچگاه بدون رفع یدین نماز نمیخوندن. رفع یدین تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی فعلا تسلیمیت خود رو با کاملا نشان دادن است و این سنت مؤکده است. اما ترک کردن این چه حکم دارد؟ آیا نماز رو باطل میکند؟ سنت، ترک سنت خو مؤکده یا غیر مؤکده باشد نماز رو باطل نمیکند. بله کسی که گفته است که نماز بدون رفع الیدین هم صحیح است، بله درست است. کسی که رفع الیدین نکند نمازش ما باطل نمیگیم، نمازش صحیح است، اما نمازش کامل نیست. کامل نیست از نظر اجر. اجری که باید از نماز کامل میگرفت کامل نگرفت. چقدر که سنت از شما ترک شود، چقدر که سنت رو در نماز ترک بکنید نماز شما باطل نشود هم، لیکن اجر شما کم میشه. اجر یک نماز چقدر اجر زیاد دارد، اما وقتی که سنت کم شدن میگیرد اجر نماز کم شدن میگیرد. اولین ضرری ترک سنت همین است که بارک الله فیکم
اجر نماز کم میشود. بعد از این قبول شدن عبادت وابسته به متابعت پیامبر است و این بزرگترین امر است. ماذا کنتم تعبدون و ماذا اجبتم المرسلین، انا همین است که شما چی را عبادت میکردید و چگونه به رسول الله اجابت کردید. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ما وقتی که گفتیم که اشهد ان محمد رسول الله، معنای همین چی است؟ معناش همین است که ما ایمان آوردیم به رسول الله، تصدیقش میکنیم، خبرهایش رو آوردهش رو اطاعت میکنیم، از نهیاش دور میشویم، امرش به دست میزنیم و الا نعبد الله الا بما شرع. ما عبادت نمیکنیم الله رو مگرم به نشان داده رسول الله. نشان داده رسول الله همین است که صلوا کما رایتمون یصلی گفت. ببینید که من چگونه نماز میخونم مثل من نماز خونید گفتن و تعلیم دادن برداشتن دست رو، رفع الیدین رو. به سند صحیح در روایت امام مسلم از عبدالله ابن عمر ثابت است. امام بخاری درباره رفع الیدین کتاب نوشته، رفع الیدین قرة العینین فی الصلاه. حدیث صحیح است. باقی مونده حدیث هایی که در بابه رفع الیدین منسوخ شد میگن یا که نبود میگن، همیش ضعیف است و خطا فهمیدن است و آمیخته کردن بسیار حدیث های دیگر مسئله به دیگر مسئله است. این دلالت میکند که رفع الیدین مقامش بزرگ است. این سنت پیامبر است و این ضربه زننده به شیطان است و این جدا کننده انسان اهل سنت پیروی کننده به سنت رسول الله از اهل بدعت که مخالفت به رسول الله در نماز است. این خیلی مسئله مهم و بزرگ است. نماز بله صحیح می شود، اما انسان گفتیم عبادتش کامل نمی شود، یکم اجرش کم می شود، دوما قبول شوی عبادتش سست می شود، زیرا که قبول شوی عبادت وابسته به متابعت پیامبر است. چقدر که به پیامبر در نمازت متابعت کرده همون قدر زود قبول می شود. بعضی وقت می شود که یک سنت انسان انکار میکند، بد میبیند، بغض میکند، بدبینی دارد به این سنت پیامبر که ثابت شده است، کافر میشد، اصلا عبادتش قبول نمیشد. و این چنین انسان بی‌پروایی کند در سنت هایی که حتی حکمش مستحب باشد، این ضرر دارد. برای یک موحد از درجه محسن به درجه مؤمن میفرماید. ما گفتیم ایمان سه مرتبه دارد، اسلام است و ایمان است و محسن است، یا که اصل است و واجبات است و مستحبات است. وقتی که انسان در مستحبات یعنی سنت هایی که مستحباتی است مندوب است، انسان وقتی که به اهمیتی میکند به سنت ها به میگه این سنت مستحب است، مستحب کنیم ثواب میگیری نکنیم نمیگیری. یا بسیاری از جهلا همینچنین عقیده دارند که این سنت است باقی ندارد، میگه این سنت است باقی ندارد، میگم به سنت اهمیت نمیدی. این سبب میشد که اینها از درجه مرتبه بالای ایمان به مرتبه دیگر فرویند، به مرتبه پست میفرویند. از همین جهت باید به سنت عمل کرده شد، باید به این سنت عمل کرده شد. بارک الله فیک. السلام علیکم و رحمت الله. الله شما راضی باشه استاد جان. مکه عبدالله یک دقیقه. معلش برادر جان. استاد محمد الله شما راضی باشه ان شاء الله خوب فهمیدم. در همین باره که یک ویدیو به نهایت اصلا خود ما غمگین کردید در یوتیوب محمد شریف عبدالعلیم یک رولیک ساز کردگی است که برای که شما همچون استادتونه مشرک گفتید و چهار امام بزرگ حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی را خوارج حکم کرده. این تا کجا حقیقت داره رو سیگاب ما صحیح تر نفهمیدیم استاد جان. الله شما راضی باشه. بارک الله فیکم. این حقیقت ندارد. این ببینید چگونه است، این حادثه چگونه است. مثلا ما میگویم ما عقیده داریم اهل سنت و الجماعه که جهل در شرک و کفر اکبر عذر نیست. یک کس قبر پرستی کرد، یک کس عمل بالکل ترک کرد، یک کس الله و رسول دشنام داد، یک کس استهزا کرد، یک کس الله در بالا بودنش انکار کرد. ما میگیم جهل در این مسئله عذر نیست، این آدم کافر است. میگیم اگر در حقیقت جاهل باشد و جاهل غیر متمکن حقیقی جاهل باشد، ما میگیم که در این دنیا کافر، در روز قیامت این امتحان میشود. وقتی که ما همین منهج گفتیم، اونها گفتن که پس اگر ابو محمد این سخن زیر خواهش میکنه محکم بکنید میکروفونتون. الله المستعان. ما وقتی که منهج بیان کردیم، اونها که جاهلند، گمراهند، آزوری‌ها این عقیده دارن که پیامبر جهل عذر میگفتند، عقیده دارن که صحابه ها عذر میگفتند، عقیده دارن که چهار امام هم عذر میگفتند. آنها آمدند و گفتند که ابو محمد اگر جهل رو عذر نگوید،
هر کسی که جهل رو عذر میگوید ایرو مشرک میگوید. بله ما میگیم که اون کسایی که جهل رو عذر میگن در شرک و کفر اکبر و مشرک ها رو مسلمان میگن، اینها حجت رسیده شون مشرک هستند، حجت نرسیده رو حجت نرسیده مشرک است. بعض این کفر میشد میگویم. وقتی که ما سخن رو میگیم بعضی میگن که پس چور امام جهل رو عذر میگفتند. این از این میبراید که یعنی خودشون ببینید خودشون گفتن که چور امام جهل عذر میگرد و بعد از این گفتن که از این میبراید که ابو محمد اینها رو هم تکفیر میگه. ما عقیدمون دیگر است. ما میگیم که چور امام جهل عذر نمیگفت. چرا اینها چور امام گفتن؟ اصلا اینها ترسیدن در باب صحابه گاو زدن به. اگر اینها خواهند میگفتن که ابو محمد صحابه رو پیامبرم مثلا تکفیر کرد گفتنشون ممکن است. اعوذ بالله، از اینها همه چیز روا دیدن ممکن است. زیرا که اینها عقیده دارن، این اوزیری ها محمد شریف مشرک عقیده دارد که پیامبرم جهل عذر گفته مشرک مسلمان میگفتن، صحابه هم مشرک مسلمان میگفتن. لیکن اینها که باطل هستن این سخن گفتن نتوانستن. در حق پیامبر نتوانستن، در حق صحابه نتوانستن. چهار امام با مدد گفتن که ابو محمد مدنی چهار امام تکفیر میکنه. ما چهار امام رحمه الله میگیم. همه این چیزا میدونن. صدها درس داریم. رحمه الله گفته درس میکنیم. لیکن بار دیگر میگم اینها فکر کردن که چهار امام اوزیری هستند، مثل این مدخلی مشرکین. چهار امام جهل عذر میگن، گویا که بگیم ابو محمد مدنی این چهار امام رو چی میکند؟ جهل عذر میگن تکفیر میکنه. لیکن ما میگیم که این ساخته و منتج و فهم غلط شما مشرکین اوزیری ها هست. ما اعتقاد داریم و حجت داریم و ما اثبات میکنیم که چهار امام جهل رو در اصل دین عذر نمیگفت. ابو حنیفه، مالک، احمد ابن حنبل و شافعی رحمهم الله تعالی، علمای سلف صالح میگفتند که در وحدانیت الله، در توحید الله، در مسئله کفر و شرک اکبر جهل عذر نیست. در مسئله توحید جهل عذر نیست. کسی که در این قسم دین بشکننده واقعا مشرک است. اما در مسئله طبقه فروعات جهل عذر است. اما استاد خودش رو تکفیر میکنه. من نمیدونم که کدام استاد رو در نظر دارد. اگر یگون استاد باشد که جهل رو عذر بگوید بله بوک ندارد، تکفیرش میکنیم. لیکن اونها از پیش خودشون میگن استاد خودش رو تکفیر میکنند. این میکنند برای که ما الحمدلله اکثریت استادی که دیدیم اوزیری نبودند، یا کسایی رو که اگر اوزیری باشند و یک مرتبه دو مرتبه تو وقتی فهمیدن، اگر اوزیریش رو نفهمیده باشیم، بعضی ما کسی اوزیری باشد توش معلوم است. پس این نتیجه میتید که این یک ساخت بافت، یک نترسیدن از الله هست. ما خواهیم چیکار میکنیم؟ اگر من عذر خواهم، منم مثل این مشرک محمد شریف عبدالعلیم کار کنم، من میگم یک تا ویدیو ساز میکنم، در این ویدیو سخنهای او را بریده میمونم، میگم که محمد شریف عبدالعلیم مثلا مرا مدن خوارج گفت، پیامبر خوارج گفت، صحابه خوارج گفت، تکفیر کرد. چهار امام گفتن ممکن است. نتیجه سخنی وای همین است. اینی وای لیکن انیق است. اینی مو انیق و اثبات نکرد، لیکن اینی وای انیق است. اما این رویش بحث نیست. این از بحث علمی بیرون است. بارک الله فیک. خدا الله شما راضی باشه. دینای قجداد کردن نتونستم روزی که بود های بارون بودم تناب بودم ان شاء الله استاد جان. الله شما راضی باشه استاد جان. شکرنا الله عردی سوالم گرفتم. الله شما راضی باشه. نصیب پگاه با به این وقت اگر پراموی فکر ان شاء الله میدونیم با ان شاء الله هر روز همینجا. الله شما راضی باشه. عزیز السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیگه برادران بولو نکنید جانم. آوازت خسته نشو دوام میکنیم. استاد جان دو سوال دارم. سوال یکم استاد جان، ما یک برادر ما یک شخصم یا رفیقم امی حرفا رو نمیشناسه استاد جان، خواندن نمیتونه، والله علم امی دو سورو میدونه، سجده رکوم هاش نماز خواندن خیلیش میفهمه، التحیات نمیتونه، امی از جد میکنه نمیتونه از جد کنه. امی چگونه نماز بخونه استاد؟ بارک الله فیکم. به همین دو سوره میدونستش قیام رو میکند. در جای التحیات سبحان الله بگید 3 مرتبه 5 مرتبه 7 مرتبه سبحان الله بگید تا روزی که از یاد میکنه. تا روزی که از یاد میکنه. تا روزی که از یاد میکنه استاد از این. بله. نیش الحمدلله بشوشیم. نه پیش بشوشه. با استاد عزیزم بخشش. سوال یکم سوال دوم استاد جان، همه ما میتونیم که سیر کف بدروی مثال
ای سرکف لباسای نمی روسای موندگان جدا میکنی میگیری یا بپوشی جای کار دا برای استرایک کار کنی یا بگیری خانه رو کنی برای پوشیده میتونیم همین رو استاد جان؟ اولا این کار برای مسلمان ها درست نیست، زیرا که این پستی است، به پستی میبرد، به طرف سرکوف میکشد. قسم به الله مسلمان ها اهل توحید باید از این چیزها دور باشند. یعنی اینجا گپ درباره حرام بودن همه چیز نرفته است، گپ درباره عزت و غیر عزت و عزت هم نوشوی عزت بعضی از عملها رو حرام میکنند. برای همین انسان هایی که مبلغ دارند توکل به الله کنند، براءت از این مشرکین، از خودشون، از چیزشون، از همیش بکنند، خودشون بینیاز کنند، به الله توکل بکنند. سبحان الله، یک قبض سر لباس چی مشکلی دارد؟ بگذارید در انسان 10 سر لباس، 10 قبض سر لباس نباشد، یک قبض باشد، لیکن به عزت خودش مسلمانی باشد. هیچگاه فراموش نکنید که به سرکوف در آمده لباس گرفته بر آمدن برای یک مسلمان این یک نابود شدن عزت است، نابود شدن سربلندی است، نابود شدن غیرت است. سبحان الله. خیر، اما اگر یک انسان اصلا در تنش لباس نباشد، لباس نداشته باشد، هوا خنک باشد و مرگ، ترس خنکخوری، مریضی، مرگ باشد، این دیگه مسئله است، در این حالت جایز است. اما مردم ما بسیارتر از لباسشون زیاد است، لکه میگیرند کور به گفته میگیرند خونه به گفته میگیرند. سبحان الله، توکل به الله بکنید، عزت خود نگاه بدارید، لباس کفاره به یک طرف گذارید، روید خریده پوشید، بگذارید خریده از همه کهنه را خرید پوشید، در مغازه های همه کفار کهنه باشد هم خرید پوشید، اما به پول خرید پوشید. از درون سرکوف در اومده گرفتن از این چیزا دور شوید. بارک الله فیک. هزار رحمت استاد جان، هزار رحمت. الله از شما راضی باشه. السلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممکن باشه یک سوال چند بیروم. سوالم که من میتونم پسابی گیتم با در روسیه افیسالن کوکر نالوگ داده پسابی مشرک گیرم. پساب به افیسالن کار کردن و نالوگ دادن یگون رابطه دارد مگر برادر؟ پسابی گیتم با انسان باید که افیسالن کوکر نشده کن، نالوگ داده نشده کن. همون نالوگ تیدگر شما با پسابی میتید. پسابی یعنی برای کودکان؟ برای کودکان. بسیار کسایی هستن که لیکی بی پسابی هم بی افیسیالی هم کار میکنن میگیرن که؟ نه ایمینه اینجانده مثال اگر مناقضیت نی باشه گه 3 تا 2 تا کودکات باشد افیسیال کارکنگر ایها 10,000 15,000 پول میداد. بارک الله فیکم. نظر کنید کار، اولا کار نظر بکنید. اگر کوری برای شما موافق باشد، مبلغش کلانتر باشد و نالوگش کمتر باشد، باکی ندارد. هم کار میکنید، مبلغ میگیرید، هم از این جهت پسوبه هم میگیرید، باکی ندارد. والله اعلم. این یاردم نمیشه دارم برای موالات نمیشه برای اینها وقتی که نالوگ میتی. البته همه این نالوگ، همه این نمود نالوگ این به قسم نصرت کفر داخل میشد، اما معنای گپ این نیست که این کفر اکبر باشد. نه، کفر اکبر نیست. شما مثلا یک تیت به نالوگ از دیگه طرف دا بگیرید، عقلا هم شرعا هم باکی ندارد. یک دوده دا گرفت. فهمم. بارک الله فیک اخی. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت یک سوال داریم، یک سوالی همین حرام و حلاله که بسیار در مردم خدمت بسیار همین چی استفاده میبرن. همون سویت لیانا второй линия میگذرونن بر جایی، آیا همین مقصد جایزه مقصد گذروندن خدمت دائمی بدتن خدمت باکی ندارد. بارک الله فیک. برای همین بسیار پرسیدم. بعد دیوم سوال حضرت جان، کسی رسول الله صلی الله علیه و در خوابش بینه گویا همون دیده که باید سیرتش باید نقل کنه چه خیلی صورت شود. اولا پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میگه که من رآنی فی رؤیته فقد رآنی فی الاستيقاظ فی الیقظه. هر کسی که مرا در خوابش دید
حتما مرا در حالت بیداریش گویا که دیده است. لأن شیطان لا يتمثل بی، زیرا که شیطان به ما مانند شده نمیتواند. این حدیث پیامبر دلالت میکند که شیطان در خواب به صورت همه آمدنش ممکن است. بسیار شیطان ویران کرده است. اینجا یک نکته را ذکر میکنیم. صوفیان میگن که من در خواب فلان ولی رو دیدم، ولی به من گفت که به نزد فلان قبر رفت. شیطان به صورت ولی آمد تو رو به صورت قبر دعوت کرد. روافضی صوفیان خیلی اهل خواب است، خیلی اهل خواب هستند و همین خوابشون عاقبتش دعوت به سوی شرک است. بیچاره نفهمیدن که شیطان به صورت ولی و به صورت نمیدونم اولیاءشون هم کس میاد. اما در منهج اهل سنت و الجماعه اعتقاد داریم که شیطان به صورت همه اومدنش ممکن است، به صورت مادر، به صورت پدر، به صورت فرزند، به صورت اولیاء، من نمیدونم، بجز صورت پیامبر. شیطان خودش رو مانند به پیامبر کرده نمیتواند. این دلالت میکند که الله پیامبر رو حفظ کرده است حتی بعد از وفاتش که مانند شده نمیتواند. اما انسان کدام وقت در خوابش پیامبر دیدنی ثابت میشه؟ کدام وقت خوابی که دید که پیامبر رو خواب دید، همین خواب دیدش کی اثبات میشد، کی ثابت میشد که در حقیقت پیامبر رو دیده است؟ همون وقتی که روی پیامبر رو به چهره صفت‌هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دارند دیده باشد. اما یک کسی پیامبر رو از دور بیند، روی پیامبر رو دیده نتواند، پیامبر رو شنود اما پیامبر رو دیده نتواند، یا پیامبر رو بر روی دیگر کس ببیند، این پیامبر نیست. این رو پیامبر گفته نمیتواند. بارک الله فیک. حضرت میدونه چی خشید؟ من کمتر همی طالب علم هستیم، کمتر باید اذیت کشنیم دانگتا. بعد همین یک الله علم 2 هفته 3 هفته پس رسول صلی الله علیه و در خوابم در اومد. هم خیلی روی عربوچ خیلی کمتر با روسی بگیم کمتر خیلی تیومی رنگان کوی خیلی ویان مقصد در اومد. بهت خشرو در خونه در اومدم که هم خیلی بعد گفتم که کی است در خونه. وقتی سلام کردم جا بچه گفتن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و است. و گفتم اجازه ندادم. بعد خودش بر اومد، ای دستش گرفتم بیرون رفتیم پیش دروازه خونه. در سوچه خیلی وای کرد، ای داخلی دروازه آب بر اومد، آب ریخت، طهارت کرد، آبای همین چشم گرفت و مقصد در اون شکیدم. خیلی گریه کردم در پیشتم، مردم بسیار بودن در قفا. بعد دست پیشونیم 3 موچک کرد، حضرت 3 موچک کرد و گفت که انت صاحب الصیف یا ایها الناس هو صاحب الصیف. 3 بار همین گفت تکرار کرد. بسیار که اصلا سوال دادم، مقصد طالب علم هستیم به یک درجه مقصد شما که ما بسیار شما را 3 سالش گوش داریم الحمدلله. اینا نه وقت شما صحبت میکنم حضرت. من بعد همین شما را گفتم چی وای نمیشه با مثلا نه الله روزیش که با شما صحبت شد. با شما گفتم بفهم چی وای داره حضرت. الله اسلام بکند. ما امیدواریم که خواب دیده شما خوب حقیقی، زیرا که هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در خواب دید، اثر این خواب به این انسان در حقیقت تاثیر میکرد. این خوبی عادی غیر عادی میشود و چهره رو واضح دیده باشد. الله اکبر. این بهترین خواب است و شما پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گویا که در حالت زنده دیدید. و در خواب وقتی که پیامبر رو انسان خواب میبیند و پیامبر یگان چیزی برای او میگویند، هیچگاه فراموش نکنید که این بیهوده نیست یا این چیزی بی معنا گفته نمیشه. امام بخاری رحمه الله وقتی که خردسال بودند خواب دیدند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نشستند. امام بخاری در نزد پیامبر هستند، با پیامبر زنبورچه ها پرواز کرده به گرد چهار پیامبر اومده است. امام بخاری این زنبورها رو، همون زنبورهایی که در نزد پیامبر پرواز میکند، همونها رو از پیامبر دور کرده شدند. پیامبر رو محافظت از زنبور کرده شدند. وقتی که مادری امام بخاری از این خواب دیده امام بخاری با خبر میشوند، عادتاً یک خردسال خواب دیده‌اش رو به مادر مهربانش نقل میکنه. این مادر که یک عالمه بود، مادر میگیرد فرزندش رو به نزد علمای محدثین بخارا. علما میگن که قسم به الله میگن این فرزند آینده بزرگی دارد. و این انسان من امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمه الله روزی می شود که سخنهای طعنه زنندگان رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور میکند. یعنی روزی می شود که پیامبر رو از دروغگویان محافظت میکند. یعنی به عباره دیگر بگیم سخنهای صحیح پیامبر رو از سخنهای دیگر بافته و از سخنهای دیگر ساخته جدا میکند. و این از همه بزرگترین حمایت پیامبر است.
ولی همچنین هم شد و به همه بزرگان اینچنین خوب در حق اینچنین بشوید، شاید یکی از سرلشکران مسلمان بشوید و این خیر است و امید خوب بکنید و توکل به الله بکنید و علم آموزید برادر. الله استون بکنید ان شاء الله. جزاكم الله خیر. بفرمایید برادر. السلام علیکم شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته. خوب هستین شیخ؟ جزاک الله خیر اخی الکریم. یحیی محمدی. بفرمایید. شیخ من در یک از حلقه‌های درسیتون گوش دادم شما را که میگین مثلا تکفیر با فطرت معلوم نمیشه، اما بعضی عالم‌ها که هست میگوین که تکفیر با فطرت معلوم میشه، چون که ابراهیم علیه السلام و چند نفر که در زمان پیامبر قبل از مبعوث شدن پیامبر بودن، اونا همشون میگه با فطرت تکفیر رو با فطرت فهمیدن، میگن اینجور حرفایی هست. میخواستم معلومات چیز کنم که بارک الله فیک برادر عزیز. بله سخن مرا درست شنیدید و درست است، لیکن سخن من از دیگر جانب است. تکفیر رو به فطرت ما اثبات نمیکنیم. تکفیر به فطرت اثبات نمیشد. معنای سخن همین است که چگونه یکی یگانه الله عبادت کردنش به فطرت و به عقل ثابت می شود و در این مسئله تحسین و تقبیح بالعقل موجود است که اهل سنت و الجماعه میگن هر کسی که اولو به او حجت نرسیده باشد و کفر شرک را انجام بده ما اینو مشرک میگیم، اما هر کسی که به او حجت نرسیده باشد و تکفیر نکند ما را تکفیر نمیکنیم، زیرا که مسئله تکفیر محض از نقل از قرآن و سنت است. به فطرت حکم تکفیر به وجود نمی آید. اما آیا به فطرت تکفیر فهمیده می شود یا نمی شود؟ بله، بسیار چیزهایی هست که به فطرت فهمیده می شود. بسیار چیزها هست. برای شریعت ما اصلش همه جانبش انکار کننده فطرت نیست، بلکه موافق فطرت است و به بسیار این چیزها فطرت دلالت میکند. دلالت کردن فطرت به این چیزها این دلالت نمیکند که این اصل دین شد. بسیار چیزها بگویم به فطرت فهمیدنش ممکن است. فطرت انسان بوی بد رو بد میبیند و خودش رو از این چیز دور میکند. فطرت انسان موی زیر بغلش رو، این چیزهای فطرتی هست، اما اینها را اصل دین گفته نمیشه. مقصد ما همین بود. تکفیر معناش این براءت است. هر کسی که یک تو پرست باشد مشرک رو بیند حتما مشرک بد میبیند و میگه که مسلمان نیست. مسلمان که نیست گفت تکفیر کرد. اما آیا کسی که به فطرتش تکفیر رو نفهمید به ناگاه غلط کرد، جاهل موند یا که شبهه به این رسید و فطرتش تغییر شد در این جانب، آیا او را تکفیر کرده میشد؟ نمیشد. زیرا جدا کردن مسائل به اصل و به واجبات فقط به فطرت نیست. ابن تیمیه رحمه الله در این باب گپ میزنند، سخن میکنند و میگن که جدا کردن مسائل اصل دین و فروعات دین از مسئله عقیده، بعضی میگن که قسم اصل دین این عقاید است، فروعات این فقه است. غلط است، میگن این تقسیمات بدعتی است. زیرا که در باب عقیده هم بسیار مسائل فطرتی است، بسیار مسائل عقل کتی میفهمیدگی است، اما این مسئله از اصل دین نیست. همه ما مسائل عقیدوی رو از اصل دین نمیگیم و این چنین تقسیمات دیگر که بعضی ها میگن تقسیمات دلیلی فقط به دلیل عقل و به دلیل نقل، میگن هر چیزی که به عقل فهمیده شود اصل دین است و هر چیزی که به نقل فهمیده شود این واجبات دین است. ابن تیمیه رحمه الله میگن این تقسیمات چی است؟ تقسیمات باطل است. تقسیمات صحیح، تقسیماتی که سلف صالح در مسئله اصل دین و واجبات دین داشتند همین است که مسائلی که دلیلش واضح است، روشن است و این نفهمیدن ناممکن است و این هم به میثاق از در میثاق الله عهد گرفته و هم عقل به این دلالت میکرد، هم فطرت و هم عقل و هم قرآن و هم سنت و هم اجماع و هم زمین و آسمان. وقتی که نظر میکنید به این چیز میروید، این آیات های الله شما را نشان میدهد دلیل های خیلی هم بزرگی که دیگر دلیل ها مثل این دلیل نیست. یعنی این مسائل رو اصل دین گفته میشه. اما مسائلی که مثلا به فطرت فهمیده شود هم به شریعت فهمیده شود، این از اصل دین، یعنی دلیلش که درجه پایینتر شد، از اصل دین گفته نمیشه. مقصد ما همین بود که تکفیر از اصل دین نیست. ما 100% این کار نمیکنیم که
به فطرت فهمیده نمیشه یا میشه. بارک الله فیک. تشکر شیخ یک سوال دیگه هم داشتم. اینجا بیشتر مساجدتان احناف یعنی حنفی مذهب هستن و نماز عصر در آخر نماز عصر میگوین، یعنی سایه هر چیز که 2 برابر که شد او وقت که مثلا نماز عصر آخر نماز عصر میشه، اما اینا که از امو وقت مثلا نماز آذان میگوین دیگه منم بعد از آذان گفتن نماز میخوانم دیگه. آیا درست نماز ما یا درست نیست؟ نماز درست است. ببینید وقتی مذهب حنفی و وقتی مذهب جمهور علما از هم دیگر در مسئله آخر نماز ظهر و اول نماز عصر فرق میکنند. مذهب جمهور علما، مذهب صحیح موافق قرآن و سنت همین است که آخر نماز ظهر و اول نماز عصر هر یک چیز سایه‌اش مثل خودش باشه، مثل خودش شود. اما حنفی ها میگن که نماز عصر همون وقت میدارد که هر یک چیز سایه‌اش 2 برابر خودش. 2 برابر سایه یک چیز 2 برابر شدنش این آخری وقت عصر است. لیکن معنای این گابی نیست که وقتی نماز عصر بیرون شده است تو نماز عصر رو از نظر حنفی خونید نماز باطل است، گفتن گاب نیست. نماز صحیح است، لیکن از نظر سنت اجرش کمتر است. اگر شما در یک منطقه باشید که منطقه حنفی باشد، از اون رو بگوید برایت به همون امام همون مسجدی که موحد باشد، حنفی باشد، هم مبتدی در مسائل بعض فقهی لیکن عقیدتا موحد باشد، نماز خونید باکی ندارید. به خاطر اجر شده تفریقه انداختن و جدا شدن و زن و زنی کردن این درست نیست. بارک الله فیکم. شیخ من از شما یک نصیحت دیگه میخوام، به خاطر همین که من در ترکیه هستم دیگه هر جا که مثلا سر کار میرم هیچ یک از موحدین نیست مثلا امراش با جماعت نماز بخوانم، یا که اینجا مساجدشان خیلی کم هستن، مثلا 1-2 مساجد موحدین هست، اما اونجا مثلا بیشتر پلیس اینطور چیزا میره که ما هم کملیک یعنی پاسپورت نداریم، قاچاق هستیم اینجا دیگه. هر جا که میرم همین در بین کافر و مشرک هستم دیگه، همینجا کار میکنم، همینجا میخوابم و خیلی هم غمگین هستم، یعنی بیزار جستم از یعنی برای جستم از قلب خود، اما خیلی یعنی چیز هستم نارام هستم و هیچ راه هم نیست که مثلا من یک جای برم که دیگه در بین مشرک و کافران نباشم. به خاطر همین خیلی غمگین هستم. میخواستم از تان یک نصیحت بشنوم که چی میگین درباره خودم. الله شما را حفظ بکند و امنیت رو به همه مسلمان ها نصیب بکند. نماز جمعه همون وقت برای یک مسلمان فرض می شود که مسلمان در مسافرت نباشد، مقیم باشد و مسلمان در حالت امنیت باشد. یعنی وقتی که به سوی نماز می رود امنیت داشته باشد، رفتن و آمدنش. وقتی که می رود و وقتی که می آید امنیت ندارد، یا که وقتی که می رود امام ها مشرکین است، در این حالت نماز جمعه برایش فرض و واجب نیست. اگر دیگر هیچ علاجی نباشد و تنها باشد نماز رو ظهر میخواد. بارک الله فیک. شیخ تشکر شیخ. اینجا هم میشه بگید شیخ، چون که من هر جا میرم سر کار همشون یعنی نه توحید دارن نه نماز، بعضشون بیشترشون نماز نمیخوانن، اینا مثلا ترک هستن، به خاطر همین یعنی خیلی از طیب اردوغان از این مشرک طاغوتا دفاع میکنه دیگه. هر جا که برم یعنی هیچ یک از موحدین نیست که امراش با جماعت نماز خدا بخوانم یا که چیز کنم، یعنی کجا برم چی کنم چی نکنم اصلا فقط میگم که گم شد. خیلی جا نروین، آرام خودتون بخونید، به طبق سنت خودتون بخونید تا روزی که یک جماعت موحد را پیدا میکنید و یک مسجدی که اهل سنت و جماعت هست پیدا میکنید. الله اسلام بکند. تشکر شیخ. شیخ راستی بین امینا بودن یعنی شرک اصغر است یا گناه کبیره است، مثلا در بین کفار مشرکین باشه؟ در بین کفار مشرکین بودن رو یک بار شرک اصغر و گناه کبیره گفته نمیشد، حالتهای خود داره. در بین کفار باشید، دین خود ظاهر بکنید، در عقیده باشید، کفر به طاغوت داشته باشید، نمازهایتون رو بخونید، شما این گناه کبیره و شرک اصغر گفته نمیشه، این جایز است، گوکی نداره. اما وقتی که شما در بین اینها هستید، دین خدا ظاهر کرده نمیتوانید و به شما روز به روز تاثیر کرده شده است و دیگر گناه ها داشته باشید، این به حالت خودش دیگه گناه گفته میشه، یا گناه شرک یا که شرک اصغر و اکبر. والله اعلم. تشکر شیخ، زنده باشید، در پناه الله باشید. خیلی دوست. احبك الله الذي احببتك.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شایخ همین در مسئله لا اله الا الله همین انسانی که فقط همین کلمه میداند تمام، یعنی همین اکثری تاجیکستان همین خیلی است که لا اله الا الله میداند تمام و شرط ها و رکن های آنها رو نمیداند و همین ماش خیلی است. بارک الله فیک. دانستن لا اله الا الله دو قسم است. کسایی هستند که لا اله الا الله رو آموختند و اینها لا اله الا الله رو تحقیق کردند و اینها لا اله الا الله رو تطبیق کردند و اینها همه نازکای لا اله الا الله رو فهمیدند و به لا اله الا الله سخت چنگ زدند. اینها کسانی هستند که لا اله الا الله رکناش فهمیدند، شرطاش فهمیدند و از همه این مشکلات ها دور شدند. اینها مسلمان های بهترینند و ان شاء الله سبحانه و تعالی در نزد الله اینها از همه مؤمنین واقعی هستند وقتی که به همین چیزهای دونستشون عمل بکنند. اما مسلمان های هستند که لا اله الا الله را خیلی که در صدر اول اسلام بود پیامبر صلی الله علیه و آله رکن و واجبات، نه نماز رو، نه روزه رو، نه حج رو، نه لا اله الا الله رو اینچنین بیان نکرد. مثلا نماز 5 فرض دارد یا 12 فرض دارد به مانند مذهب حنفی یا رکن دارد به مانند دیگر مذهب وجود نداشت. این چیزها وقتی که مردم به اهمیتی کردند و چیکار خواهند در درون نماز کردن فکر کردن که جایز است، بعد از این علما فرق اینها رو گذاشتن که لااقل انا اینش نکن که نمازت باطل میشد، اینش کردم خیر اینش نکن گفت. بالاخره مردمی که معنای لا اله الا الله را فهمیده باشد که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی فهمیده باشن که این کار است و اثبات است. به این معنا که یعنی وقتی که لا اله الا الله گفتی تو باید قبر نپرستی، تو باید مشرک نباشی، مسلمان باشی، همین خیلی فهمیده باشد، نماز خوانند و زکات بدهند، اینها مسلمانند. اما مردمی که لا اله الا الله گفتند و معناش نفهمیدند، معناش فقط ایمان به الله فهمیدند و نفی این کار نفهمیدند، کفار و مشرکین هستند. گفتن لا اله الا الله برای اینها فایده نداره. بارک الله فیک. شایخ از همین تلگرامتون همین کتاب بگشتم، کتاب با نام قواعد دهگانه پیش از آموختن. قواعد دهگانه؟ بله، قواعد دهگانه پیش از آموختن دیدن شده. بله بله، همین از این خوانداسیان در بعد از همین کتاب باید همین برای همین توحید و همین آموختن باید کدام کتاب با خوانم بعد از همین؟ بارک الله فیک. کتاب لا اله الا الله رو خوندید برادر؟ گفتگی حالی نه، حالی نخوندم. همون خونید. بعد از این کتاب حتما همون خونید، یک مرتبه، 2 مرتبه، 3 مرتبه خونید، از یاد کنید جو همین و علم است. بعد از وی آخرگی کتاب پرسگام ایمان به عمل سه نیست خونید. همون درون همین گروه مقاله اهل سنت بینید همین کتاب های توحیدی خیلی زیاد است، همیشه خونید از اکثر. بارک الله فیک. برادر میخواستم فهمم همون کتابی که گفته بودم نامش غایت المرید شما ترجمه کردید؟ بهترین کتاب است. بله توحید. بله این غایت المرید معناش چی است و این شیخ ابن صالح بودن به خیال کتاب شیخ صالح ولی شیخ بله اصل کتاب توحید نویسندش محمد ابن عبدالوهاب است رحمه الله. کتاب توحید از 64 65 به عبارت است و همین شیخ صالح شیخ آل شیخ خیلی مختصر زیبا ترجمه میکنه و نامش غایت مرید میگه. غایت مرید یعنی مقصد و خواهش و از همه اراده یکی یک انسانی اراده کننده میخواهد، یعنی مقصد و خواهش من و شما در مسئله توحید انا همین است. بارک الله فیک. بارک الله فیکم شیخ. امین میخواستم همین سوال جوابای همین یوتیوبیان پاتون تا که همین ویدیوهای دیگه برادرای همین تاجیکستان و یک برادرایی که بیخبر هستن دسترس کنیم همین ویدیوهای هم درست کنیم تا که آنها الله اسم کرده برادر. الله اسم. بله در یوتیوب گذاشتی سودن برادر. جزاکم الله خیر. و برادر در همین تاجیکستان یک بانکی هست با نام الف، در همین مردمی تاجیکستان فقط چیز گرام میتید، یعنی از مغازه چیز پول نی چیز خریده میتید. بعد همین تا 1 سال همون نسیه میتید، همون اضافه تر که میگیرد. همین چقدر میشه؟ جایز است بو که ندارد، شرط های ریبوی نباشد و اگر گوید که من میگیرم مثلا همین 1 سال باورده میتی کمتر از سبب نسیه دادن کمی قیمت تر میشد، این بو که ندارد. این یک نمود بیع خرید و تجارتی جایز است، نامش بیع التقسیط میگن. بارک الله فیک. بعضا برادرها همین میگن که پراتسین هست و بر حسابی که
اگر شما پول کمتر به وقت دیگر هم فایز میزنند. در این مسئله بله فایز زدن رو علما ما در این مسئله درسای خیلی زیاد کردگیم. یکی مختصر میگیم که فایز زدن رو فایز نمیگیم، این رو یعنی مبلغ اضافگی میگن که این مهناوردی از همین جهت تو رو مبلغ اضافگی مثلا 1% 2% میگیره. علما به دو قسم تقسیم شدن. یک قسم از علما گفتن که جریمه کردن انسانی که تخلف میکنه او جایز است، در این مسائل جایز نیست. بعضی علما گفتن جایز است، بعضی علما گفتن که جایز نیست و این ریبا گفتن. اما یک انسانی که همچنین به واسطه همچنین بانک‌هایی که الف گفتید و غیره یک چیز خرد از سبب نسیه بودن قیمت تر شود و هر ماه برده در وقتش بدهد، خودش به همون جریمه نبره، جایز است. اما کسی که پول ندارد و میداند که به جریمه میرسد برای او جایز نیست. گفتن بارک الله فیک. برای این خرید و فروش رو حرام نگفتن که زیرا که این انا همون شرطی اگر پول رو نبیاریم و تو رو مثلا اشتراف میکنیم یا که ریبا به سرت میزنیم، گفتن این یکی از شرط های اصولی فروعی شد. شرط فروعی بیع را باطل نمیکند. بارک الله فیک. بارک الله فیکم شیخ، جزاکم الله خیرا. و ایاکم برادرز. الله شما را میس بکن. برادرهای در بالا بوده اگه ان شاء الله سوال میکنن به درس به شروع بکنیم. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین شیخ؟ الحمدلله برادرز. بارک الله. شیخ ما در مسئله فقه اگر بگیریم احناف ده هستیم ولی الحمدلله عقیده توحید داریم. میتونیم وقتی که یگان حدیث صحیح آمد با او حدیث صحیح عمل کنیم، مقصد این قولی که مذهب گفتگیه یک طرف بگذاریم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. معذرت خواهی میکنم که تاخیر کردم. برادر عزیز، می توانیم که نه برای شما واجب است که وقتی که سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد صحیح ثابت شد، به شما واجب است، یعنی فرض است که سخن پیامبر رو بگیرید و سخن مذهب رو به یک طرف بگذارید. دو سخن به نزد شما آمد، سخن پیامبر آمد، سخن ابو حنیفه آمد، کدومش باید بگیرید؟ نیست. الله چی امر کرد؟ اطیع الله و اطیع الرسول. سخن پیامبر میگیرید. وقتی که سخن پیامبر گرفته شما از مذهب ابو حنیفه بیرون نمیشه، زیرا که ابو حنیفه خودشون گفتن اذا صح الحدیث و مذهبی. وقتی که حدیث صحیح باشد این مذهب من است. شما در مذهبتون ایستاده میرید بیرون از مذهب نمیشوید. استاد برای که اهل بدعت که هست میگن که وقتی که مقصد پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که به سنت ما و به سنت خلفای راشدین چنگ بزنین، میگه نگفت به حدیث. برای مقام میگه ابو حنیفه چیزی گفت، میگه شما همین چیز قطعی چکنین، میگه برای همین استاد. بله این سخنشون باطل است، بر علیه خودشون است. سنت همین حدیث است. سنت چیست؟ اولا سنت عملهای پیامبر، سخنهای پیامبر، اقوال النبی صلی الله علیه و سلم و افعاله و تقریراته. همین السنت. بعضیشون صفات الخلقیه و الخلقیه میگن، اینا علمای محققین محدثین داخل نکردن، لیکن بالاخره سنت سه چیز است: قولهای پیامبر، گفتهای پیامبر، عملهای پیامبر، یا که پیامبر چیزهایی که اقرار کردن. سنت همین است. اگر همین انسان‌های اهل بدعت جاهل نمیبودن همین سخنی که شما گفتید نمیگفتن، بلکه سنت پیامبر ما وقتی که میگیم عملهای پیامبر، سخنهای پیامبر، تقریر پیامبر، همین عملهای پیامبر، سخنهای پیامبر، تقریر پیامبر ما از کجا میفهمیم؟ پیامبر حضور وفات کرده است، از نقل میفهمیم. نقل حدیث در بین من و شما وجود دارد. حدیث میگیریم، حدیث صحیح باشد، پیامبر دیدیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا وقتی که خوب میکردن این دعای خونده خوب میکردن، وقتی که میخواستن این دعا رو میخوندن، یک بار روشون پاک میکردن، اول یک کمی میشتن بعد میخواستن. از حدیث خونده ما اینا اول مذهب برده بینیم یا نبین. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از رکوع کردن دست میبرداشتن، سمی الله لمن گفتن میبرداشت. ما چرا وقتی که در سخن پیامبر آشکار واضح دیده شده اون جای نفهمش نیست، چرا باید بریم به مذهب بینیم؟ اگر مذهب نگوید نگیریم. نام این متعصبی گمراهی میگن. همین از زلالت مذهب پرستو. هر یک حدیث برده مذهب میبینن، اگر مذهب انده باشد قبول نباشد سخن انکار. گویا که اینها در نزدشون صاحب مذهب بهتر از پیامبر صلی الله علیه و سلم است. گویا که دینی که
ابو حنیفه او که دیگر امام آورد از آورده پیامبر صلی الله علیه و آله نیست و دیگر است. گویا که پیامبر صلی الله علیه و آله پیروی از مذهب میکند، نه مذهب صاحب مذهب پیروی پیامبر. این غلو است، این باطل است. اصلا مذهب گفتن چیزی وجود نداشت تا زمانی ابو حنیفه، بعد از زمانشون، بعد از یک وقت زیاد به وجود آمد. اینا یک علما هستند، زیاد است. بارک الله فیک. و استاد بعد یک چیز دیگه که همین آذریا که هستن وقتی میگویشون چی به میگوی حاکمای حاضره را شما تکفیر نمیکنین، میگه که حاکمایی که چون مسلمان میدونن و ما بغیر حکم الله حکم میکنن، اونا دلیل میارن که میگه امام احمد میگه پادشاهی که معتزله بود او را تکفیر نکرد، یا ابو حنیفه ابو منصور را تکفیر نکرد. استاد نمی گپشون یگان دلیل شیده میتونه؟ دلیل شده نمیتواند، برای اون که این گپشون باطل است، تهمت است. ابو احمد ابن حنبل رحمه الله امام اهل سنت و الجماعه تکفیر کرده است مأمونی که در زمان خودشون بود. مأمون رو تکفیر کردن. ما در این باره رساله نوشتیم. کسایی که اینجا صدای بنده را میشنوند به گروه های مقاله های اهل سنت داخل شوید، تحقیقی تکفیر احمد ابن حنبل مأمون را گفته یک کتابچه داریم، رساله میده، سخنهای سلف و خود سخن احمد ابن حنبل همش وجود دارد. اینها از نام احمد ابن حنبل دروغ میگن. احمد ابن حنبل تکفیر کرد، بعدشون خطا کردند، اما اوزری های امروزه بر علا برقص دروغ میگن از نام احمد ابن حنبل. ولی بعض از علما خطا کرده گفتن که احمد ابن حنبل تکفیر نکرد، لیکن این غلط است، بلکه قول صحیح است که احمد ابن حنبل تکفیر کرد. این یک مسئله. مسئله دیگر ابو حنیفه تکفیر نمیکرد. این دروغ است در حق ابو حنیفه. ابو حنیفه در باب تکفیر یکی از سخت‌ترین بوده، خصوصا بر علیه حاکم ها. ابو حنیفه حاکم هایی که حتی فسق میکرد به ضد او خروج کردن را جایز میگفتند و حاکم ظالم را تکفیر میکردند. از همین جهت سلف صالح ابو حنیفه را از اهل بدعت گفتند که خروج کردن به حاکم فاسق و ظالم را جایز گفت و حاکم ظالم را تکفیر کرد و غیره. از همین جهت این بهتان است و این نفهمیدن مذهبی سلف است. بارک الله فیک. جزاكم الله شیخ، الله حفظتون کنه. بارک الله فیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک لحظه هم برادر یک چیزی در اول گفتن که من در عقیده از اهل توحیدم و ما در باب فقه مذهب بنفهم. غلط است. من همین سخنه خواستم بگم، فراموش کردم. غلط است. شما باید بگویید که من در عقیده و در فقه در مذهب پیامبر صلی الله علیه و آله است، در نشانداد پیامبر است. ما گفتیم که اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، دیگر چیزی نیست اینجا. وقتی که اشهد ان محمد رسول الله میگیم، طاعته فيما امر و تصدیقه فيما اخبر و اجتنابه فيما نهى عنه و زجر و الا نعبد الله الا بما شرع. این اشهد ان محمد رسول الله است. ما اشهد ان ابو حنیفه نگفتیم اعوذ بالله من ذلک. برای همین نگویید که معنی این سخن خیلی نتیجه این سخن خیلی وزمین است. وقتی که میگه که من الحمدلله اهل توحیدم، لیکن در مذهب ابو حنیفه در باب فقه در مذهب ابو حنیفه است. نه، در باب فقه هم بگید که در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله است. بارک الله فیکم. بله برادر بفرمایید. بروی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته شیخ عزیز. بفرمایید برادر. یک سوال بود. چیزی که ما فهمیدیم الله سبحانه در قرآن با خیش تبار رفتن فرض کرده است، یعنی در این باره فرستم سوال بودیم که خیش تباری هستند که مقصد صوفی هستند، کفر با طاغوت ندارند. برای این گونه خیش تبار ممکنه در رفت آمد کردن، برای که اگر وقتی رفت آمد کنی اینو چی میکنن؟ اینها میگویند که شما مقصد تو مقصد از منهج ما نیستی، تو این خیلی نمیکنی، اینو واسطه میگیرن. خیلی که ما درسای شما گوش کرده ممکن نیست کفر است. بارک الله فیک. بله برادر عزیز، خیش و تبار به دو قسم تقسیم میشه. اگر ما خواهیم این دو قسم رو فهمیم، به سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، به سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر میکنیم و به همین سیره اقتدا میکنیم. در یک طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از عمک‌هایشون ابو طالب پیامبر رو دفاع میکرد. 10 سال در پیش پیامبر بود. پیامبر راهشون انکار نمیکرد. پیامبر به دست کفار مشرکین نمیداد. پیامبر همیشه در باب عزتشون نگهداری میکرد، کمک میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به او میرفتند، مشورت میکردند. حمایه او به پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه بود
و یک چیز لازم شود، یک حمایت لازم شد، به نزد عمکشون ابو طالب میرفتند، زیارت میکردند، او را هم دعوت میکردند، موافقت نمیکردند. ای اما یک تا کافر ای مالی نه، البته که کافرش میگفتند، مشرکش میگفتند. خیشو تبار کافر مشرک شود، اینا رفته بگویم سیله رحم بکنید، معناش نه که شما کافر نگید، نه، کافرش میگفتند، مشرکش میگفتند، لیکن او که نسبت شریعت پیامبر دشمنی نمیکرد و کمک میکرد و در یک حالت میانه میایستاد، پیامبر صلی الله علیه و آله به او هم یک معامله انسانی خوب میکرد. اما کافر مشرکش میگفتند و او را دوست نداشتند، او را همین عملی کفریش دوست نداشتند، خودش دوست نداشتند به خاطر کفر شرکش و به درجه مسلمان ها نمی برآوردند و او را از مسلمان ها افضل نمی دانستند. لیکن از درون کفار یکی از کفارهای بود که پیامبر صلی الله علیه و آله احترامش در جاش میگذاشت. و عیناً در پهلوی دیگر نظر بکنیم، عمک دیگری پیامبر ابو لهب دیگه جبهه رو انتخاب کرده بود، جبهه دشمنی، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و آله دشمنی میکرد، به پیامبر اذیت میرسوند، پیامبر رو مسخره و شوخی میکرد. از عقب پیامبر در بازارهای کوچه ها میگشت، میگفت این جنی من است، ما از این بیزار هستیم، گوش نکنید، میگفت مجنون دیوانه و غیره. میگفت که الله به این انسان، به براءت کردن از این انسان پیامبر رو البته که از همه مشرکین امر کرد، لیکن به این انسان صحبت کردن، نشستن و سیله رحم همیش من شد، زیرا که این به جمله محارب داخل شد، محارب. و به این تبت ید ابی لهب و تب در حالت ضعیف بودن پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد. پیامبر ضعیف بودن، لیکن چقدر سخن سخت گفتن پیامبر صلی الله علیه و آله. انا این دلالت میکند که ما خیش و تبر رو وقتی که نظر میکنیم، الله سبحانه و تعالی سیله رحمه به ما به همه گفته، در این مسائل نباید غلو بکنیم. سیله رحم واجب است در حق مسلمان ها و سیله رحم جایز است و در بعض حالت ها ضرور است در حق کافر ها. اگر انسان سیله رحمی که در حق کافر است اگر ترک بکند، این به مانند ترک کردن سیله رحم مسلمان نیست. این خوب بفهمید، همه سیله رحم برابر نکنید. بعد از این کافرها هم به دو قسم تقسیم میشن. کافرهایی که ملایم است و به دین تو و به خودت دشمنی ندارد، سخنی گفتی او ملایم به تو گوش میکند، نه جاسوسی دارد، نه تحقیر دارد، نه استهزا دارد، نه کفر شرکی که در روبروی تو بزید تو بکند. نه، کافر است میگویی که تو خیشم کافری مشرک توبه کن بیاد، آرام خوب میگد انشالله هم خیلی حالت خوبی ملایمی به یا خیش تبار دوستی که امامش ابو لهب است، رفتید که یک بار تحقیر شروع میکند به دین شما، به مذهب شما، نشستن به این انسان، رفتن به نزد این انسان حرام است، درست نیست. بجز اینکه یک بار دعوت کردید، یک بار دعوت میکرد بعد این برآورد میکرد. فرق این مسائل رو خوب فهمید. بارک الله فیکم برادر. با همین مسئله و مشکلات ما حل میشه. بخشیش وقتی که ما دعوت کردیم، اینها ما را تاکید کردن، گفتن که شما مقصد رفع الیدین میکنید، این کار ابو حنیفه کردگی نبود، شما گمراه هستین، خلاصین. خیلی که ما حدیث آوردیم قبول نمیکنن، میگن پس برای چی ابو حنیفه رحمه الله علیه کار نکرد، مقصد امروز شما میکنید. ما میگیم که اولش اولا شما را حس بکنند. اولا من خواهش میکنم از همه شما برادرای عزیز که وقتی که به گرد و اطراف خیش تبار خود بحث و مناظره میکنید، در باب رفع الیدین، در باب اشاره سبابه قطعی اینها بحث و مناظره نکنید، فایده نداره. اینو رفع الیدین کردن برای اینها فایده نداره. برای اینها وقتی که گفتن که چرا رفع الیدین میکنید، این اون بحث نکنید، حدیث هم نورید، بنابراین که بگید که بیاید مونید این مسئله رو لا اله الا الله قبول میکند یا نمیکند. گپ درباره موضوع اصل زنید. اینو وقتی که اصلی موضوع رو نمیفهمد برای اینها فایده ندارد این حدیث آورده تون اینو قبول نمیکرد. اما وقتی که توحید فهمید، بعد میفهمد که این از توحید است که متابعت به پیامبر داشته باشه. توحید متابعت این رو میگه. برای همین بسیار برادرهایی که ما داریم اهل توحید، وقتی که با صوفی ها ملاقات میکنند، موقتی صوفی بحث کردیم، شکستیم، این کردیم اون کردیم، میبینید که در باب رفع الیدین اشاره سبابه. این درست نیست. شما باید به صوفی که عقیده باطل دارد در باب توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات، توحید الوهیت، توحید متابعت، توحید حکم و غیره، شما باید در این باب صحبت بکنید که او در کفر و شرک است. وقتی که کفر و شرک اون نابود شد، این بدعتاش هم آهسته نابود میشه. بارک الله فیکم. الله یسلمک.
البته الله هیستون بکند. اما وقتی که مجلس اینو برفتید شما را بحث و مناظره کردند و گمراه گفتند و خوارج گفتند و تحقیر کردند، نروید به نزدیک برای اعلام بکن، نروید. بارک الله فیک. الله هیستون بکند. مؤمن جان بفرمایید. سبحان الله. مؤمن جان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ خوب است یا حال خوب؟ الحمدلله. بارک الله فیک. بفرمایید. ماشاءالله. الله یسکنه. بارک شیخ قطعی مانم حنفی و به نهایت خسته شدگیم. الله صبر نصیب گردن در این مسائل بسیار که مثلا میفهمونیشون باز هم غلو میکنم، مثلا که میرن نفهم میشد اصابو رو به نهایت خسته میکنن. الله صبر و نصیب مثلا دعا کنید برای ما. امین امین امین. بله البته که این راه دعوت همین است. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو چگونه مشرکین اذیت دادند و همه دعوت کننده باید چهار چیزه باید داند. برای محمد بن عبدالوهاب در اول اصول ثلاثه چی گفتند؟ یجب علینا تعلم اربعه مسائل. برای هر یکی ما واجب است که تعلیم گرفتنی چهار مسئله، یعنی فرض است. یکمش العلم. علم چی گفتند؟ شناخت الله، شناخت رسول، شناخت دین با دلیل. علم که فهمیدی، دینت رو که فهمیدی، گفتن بعد از این عمل کن. دوم چیز، بعد از این دعوت کن. سوم چیز، بعد از این صبر کن. البته باید صبر بکنیم. خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر شدند که فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بی صبر نه دعوت است، بی صبر نه استقامت است. صبر میکنید دعوت و صبر میکنید استقامت. بارک الله فیکم. ماشاءالله. شیخ ای طرف این کورخونمون یک جای مقصد یک کمنتر یا یک واگن برای نمازخوانی جدا کرده دادگیمون. آیا میشه که همون را مسجد بگیم؟ یعنی مسجد چی حکم داره که حکم مسجد نمیگیره؟ چی شرط شروط داره؟ نه این مسجد گفته نمیشه. این حکم مسجد نمیدارد. این حکم مسجد ندارد. این مصلا هست. ما سه جای وقتی نماز داریم، یا بگیم سه مکانی نمازخوانی داریم. نمازخوانی در درون خانه، در کوچه ها، در راه ها، مثلا در هر زمینه که پاک است. این یک عادی مکان است. در اینجا حکم مسجد نیست. مکان دوم مسجد آداب و اخلاق و مکان خدا دارد و جای سوم مصلا میگه. احکام مسجد در اینجا تطبیق نمیشه، لیکن یک جایی که همه میان نماز جماعت میخونن. اینجا اگر صحبت کرده استید، مثلا بعضی کارهایی که مثلا یگون کس در درون همینجا ایستاد و خرید و فروش کند، خرید و فروش به این معنی که اون چیزی همینجا ایستاد فروشد، اینا حکم گناه یا که حکم مخالفت داده نمیشه، بلکه مصلا هست. بارک الله. ماشاءالله. من 5 وقت نماز میگذارم، مثلا یک چند گروه یک چند برادر میان نمازشون رو میخونن، با هم یک اذان میگن، با یک چند کس دیگه بعدتر میان میخونن، با اذان همونو ما هم بخونه میشه یا که باید خدمت بله اذان شنیده باشد میخونید. اگر نشنیده باشد خودمون اذان بگید. بله نشنیده باشد خودتون اذان میگید میخونید. بارک ماشاءالله. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا و بارک الله فیک. الله بارک فیکم برادر عزیزم. الله همه شما را حفظ بکند. تهیه مسجد در مصلا خونده می شود. تهیه مسجد است. تهیه برای مسجد است. برای مصلا اگر در 2 رکعت نماز تو آمدنی مثلا برادرها خونید بهتر و افضل تر است. لیکن تهیه مسجد چگونه که در مسجد واجب است، در وجه این چنین نیست. بارک الله فیک. این چنین نیست. برای که پیامبر صلی الله علیه و سلم تهیه رو برای مسجد گفتن. بفرمایید برادر شیخ مسلم. تفضل. رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان الله حفظتان بکند. یک مسئله بود حضرت جان. همین بعضی برادرها سوال کردن در اسیا که مقصد اویلوی زندگی میکنن، کلی کوارتیران هم بگیم 30,000 یا 25,000 میسپرند. گفتن که ما آیا میتوانیم که مقصد یک خانه بگیریم و چه ما 30,000 در میسپریدن، مثال در بانک میسپریم، اون خانه بعد 4-5 سال از خودمون میشود. همین مسئله رو پرسیدیم نماز جان. بله بوک ندارد. بوک ندارد جایز. از بانک میسپرد و بعد اینا در بانک میسپرن چه مشکل نداره حضرت جان؟ ببینید این دو نمود است. اگر بانک خانه رو خرد و به شما خانه رو بدید گوید که این خانه رو ما دادیم، ما گویا که بانک فروشد، در این حالت بانک کمی قیمت تر کرده به خاطر نسیه بودنش میدهد، شما پول به بانک دادن میگیرید، خلاص درست است. یا که مثلا شما یک خانه مییابید، بانک پول این خانه میتید و خانه میخرد و بعد از این شما بانک به هر ماه داده میستید، در این حالت درست است. اما شما یک خانه خرید
روید از بانک پول نقد بگیرید، برید خونه گیرید از بانک قرض برده داده است، این حرام است و این ربا است و این درست نیست. بارک الله فیک. جزاک الله خیر نادر جان، الله حفظتون بگیره. بارک الله فیک برادر اسلام، الله حفظتون بگیره. بفرمایید ابو اسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته برادر اسلام. صلی الله حفظكم ووفقكم بالله. احبك الله الذي احببتنا فيه. امين برادر اسلام. وياك. الله يحفظكم. سوجون خیلی شین خون قطعم یاد صحبت کنم. خیلی شین میاد صحبت کنم. سوالتون تونا روز آخرون درسون گوش کردیم درباره شیطان ابلیس. یعنی که استاد قید کرده در اونجا گفته که بالا برداشتش الله سبحانه و تعالی یکمین آسمان در منظره سازش دادن، نه که بعد اونجا در با دوامش در ذکر کرده که وسوسه کرد در جنت الفردوس آدم علیه السلام. امیر چه فهمیم استاد چه شیطان با یکم آسمان برداشتش، نه که جنت چه رفته چه امیر؟ بله منم صحبتم با جنت الفردوس گفتم. آدم علیه السلام جنت الفردوس من نبودم. این سخن من این خیلی نیست. ما گفتیم که بله تو اینجش درست است که الله سبحانه و تعالی در اول شیطان این جن بود، در درون جن ها یک آدم صالح بود، موحد بود، خیلی جهاد کرد برای نابود کردن جن های کفار مشرکین، سردار ملائکه در زمین شده جهاد میکرد و بعد از این الله اینو بالا آسمان یکم دنیا به جا داد و در بالای آسمان یکم دنیا رئیس آسمان یکم دنیا بود، یعنی از همه کلان آسمان یکم دنیا بود. حتی ملائکه‌ای که در آسمان یکم دنیا بودن از اون برای اونها هم سردار انا همین ازرائیل و ابلیس بود. بالاخره وقتی که آدم علیه السلام رو الله خلق کرد به آدم سجده نکرد، رانده شد اما گشت و به جنت داخل شد. در اینجا سوالی که شما دادید یک سوال دیگر این که الله شیطان رو از جنت راند پیش کرد، رجیم گفت، چگونه باز به جنت در آمد؟ مگر فریب داده الله رو به جنت در آمدن ممکن است وقتی که الله اینو دور کرد؟ یک سوال. یا که شما گفته جنت الفردوس، آدم علیه السلام جنت الفردوس نبوده. انا کنم جواب این ابن القیم الجوزی، امام ابن القیم الجوزی رحمه الله یک کتاب دارن هادی الارواح. در اول کتاب همین مسئله به جواب میده، زیاده از یک چند صفحه های زیاد در همین باره صحبت میکنن. طالب علم ها یک نظر کنن بهترین است و قول علما را ذکر میکنن که علما چی میگوین. بعضی ها میگن که شیطان بعد از رجیم شدن هم برای اینجا در اومدنش امکانیت داشت و بعد از این الله محکمش کرد. قولا زیاد است، لیکن ابن القیم الجوزی میگن که قول مذهبی حنفی حق است در همین مسئله. مذهبی حنفی قولشون همین است که و بسیار علمای سلف هم در همین عقیده هستند، جنتی که آدم علیه السلام بودند این جنتی که در قرآن ذکر شده است این جنت نیست، این دیگر جنت است. خوب دقت بدید، جنتی که در قرآن ذکر شدگی هست این جنت بعد از وفات کردن، بعد از روز قیامت انسان داخل می شود. وقتی که انسان به این جنت داخل شد دیگه گشته هیچ کس به این جنت داخل شدگی دیگه رونده نمی شود هرگز، یا امتحان هم در درون این جنت نمی شود. اما جنتی که آدم علیه السلام داخل بودن این مثل همین جنت، ناز و نعمتش همش مثل همین جنت لیکن دیگر جنت بود. و بعضی از علما میگن که این جنت رو الله در یک طبقه از آسمان ساخته مخصوص برای آدم و حوا ساخته بود که این از این جنت خلد نیست از همین جهت. و بعضی از علما حتی گفتن که این باغ در همین یک جنت در روی عالم بود یا یک جنت مثل همین زمین در دیگر در پهلوی زمین بود و غیره. از همین جهت میگویم که شیطان به جنتی که در قرآن آمده است که روز قیامت انسان داخل میشد ابدالابد، این جنت رو علما میگن در نظر ندارند. والله اعلم. فهمو شده کن برادر؟ آخ جان بارک الله فیکم. استاد جان یک سوال دیگه با میان میمونه، خیلی شمی اذیت میده مرا، خواستم اختم بپرسم اجازت بشه؟ بفرمایید. استاد وقتایی که من در اسلام نبودم، در اسلام هم سبحان الله پیش بود، یک کسی درس گرفتم، نو سر کرده بودم، گفتم قرآن سرچ میکنم،
ای قرآن درس میگفتم عقیده هوای هم وقت عقیده نمیدونستیم، در توحید نبودیم، چیز نبودیم. الحمدلله که از در توحیدیم، این فضیلت الله های. یعنی که ولی عقیده داشت که نعمان ابن ثابت میگه که 10 مراتب الله سبحانه و تعالی در خوش نعوذ بالله در چی دید؟ در خوش دید میگه الله سبحانه و تعالی را. او وقتا من او عقیده و قبول هم نداشتم، فقط قرآن درس میگرفتم. بعد حاضی که من میره انالیز میکنم به سر خودم، وقتی که توحید آوردم گفتم یا شما پرسم یا حکمش چیه میفهمم. بارك الله فيكم. حکمش چیزی نیست، این سخنش باطل نیست، سخنش حق است. الله سبحانه و تعالی رو در خواب دیدن ممکن است. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدم و بسیاری از سلف روایت شده است و ابو حنیفه رحمه الله هم دیدن. اما آیا الله سبحانه و تعالی رو ابو حنیفه به صورت یک چیزی معین دیدند یا که الله رو دیدند و گفتن توانستند که چگونه دیدند؟ یعنی این یک مسئله دیگر است. برای همین ما میگیم که بله دیدند، اما چگونگی و کیفیتش ذکر نکردند، زیرا که کیفیت و چگونگی الله سبحانه و تعالی رو الله خبر نداد و این چنین همون علمایی که خواب دیدند ندیدند. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و آله خواب دیدند و خواب پیامبر صلی الله علیه و آله معروف است که روزی از روزها بیان میکنند در مثلا. بارک الله فیک. الحمدلله. بارک الله فیکم. استاد الله یسلم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، الله سبحانه و تعالی همه شما را حفظ بکند، به همه شما